این یاماله و این یه ضد حمله خطرناک از بارسلونا. فرمین رو کنارش داره، فران هم موقعیتش خوبه و رشفورد هم موقعیتش عالیه، اما یامال پاس نمیده. یه ثانیه بعد همچنان میتونه توپ رو پاس بده و هم تیمیاش رو در یک موقعیت گلزنی بی‌نظیر قرار بده، اما خیر، یامال فکرش پیش دوست دخترشه. یک ثانیه بعد دیگه فرمین موقعیتش خوب نیست، جود بلینگام هم برگشته و موقعیت رشفورد هم خراب شده. فران اما همچنان میتونه گزینه معقولی واسه پاس باشه، اما یامال پاس نمیده. یک ثانیه بعد پدری هم خودش رو میرسونه تا گزینه پاسهای یامال رو بیشتر کنه و برتری عددی بده به بارسا، اما یامال پاس نمیده. یک ثانیه بعد 3 بازیکن رئال میان رو پاش و یک ثانیه بعد یامال مجبور میشه پاس به عقب بده. تو 6 ثانیه یه موقعیت گلزنی بی‌نظیر رو تبدیل کرد به تپه‌ای از تاپاله. این بود قدرت تصمیم گیری نفر دوم توپ طلا، لامین یامال.